شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 4 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. ساختمان مهمانخانه نو به انجام نرسیده آتش گرفت. صبح امروز در مرکز شهر دوشنبه مهمانخانه سامانیان که ساختمانش در عرفه انجامیابی است آتش گرفت. در جای حادثه عین زمان واحدهای آتش نشان برای خاموش کردن علنگه آتش تلاش دارند. این بنا بیش از 10 سال به این طرف ساختمانش ادامه دارد و پارلمان چند دفعه آن را از پرداخت باج گمرکی و هم دیگر نحوی انداز آزاد کرده بود. سبب‌های سر زدن آتش تا به حال معلوم نیست. همکاران ما عین زمان در محل حادثه قرار دارند و در برنامه اخبار تفصیلات این فلاکت را به شما خواهیم گفت. امروز پرزیدنت امام علی رحمان در کاخ باربد شهر دوشنبه به مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای کشور سخنرانی می‌کند. این مجلس با شرکت صدها نفر فعالان جامعه شروع شد و عین زمان ادامه دارد. همکاران ما نیز در محل مجلس قرار دارند و تفصیلات سخنرانی رئیس جمهور و واکنش حاضران را در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. بیش از 8000 نفر شهروند تاجیکستان برای کوچ بستن به مقامات روسیه مراجعت کردند. ولادیسلاف مارکیویچ، رهبر نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در تاجیکستان گفته است دوام 9 ماه سال 2019 به نمایندگی روسیه اوید به مهاجرت بیش از 8000 شهروند تاجیکستان مراجعت کردند. با گفته این مقام روز شماره مراجعت کنندگان در قیاس به همین دوره سال گذشته 17% بیشتر شده است. روسیه بیشتر به متخصصان، آموزگاران، دکتران تاجیک شهروندی تقدیم می‌کند و آنها بر عوض آن بر اهل اولیه‌شان به روسیه کوچ بسته آنجا کار و زندگی می‌کنند. چرا شهروندان تاجیکستان ترک کشور می‌کنند و هدف از کوچ بستنشان چیست؟ در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. نقش‌آفری هنرمند تاجیک در فیلم ترکی. امید شاتاکوف، هنرمند تاجیک در فیلم مرحبا زیبا وطنم نام فیلم ترکی نقش آفریده است. نقش آفریده او انور کرد نام شخصیت تاریخی ترکیه است. فیلم از 1 نوامبر به نمایش درآمد و در این راستا ما صحبت داشتیم با این هنرمند تاجیک. در برنامه اخبار گزارش داریم از حیات و فعالیت این هنرمند تاجیک و از موفقیت‌هایش در عالم کینوی ترکی خواهیم گفت. منتظر باشید، این گزارش را در برنامه اخبار می‌بینید. اعتراضگران عراقی در شهر کربلا به کنسولگری ایران حمله کردند. سلسله اعتراض‌های هفته اخیر به نشان ناراحتی از بیکاری، فساد سلاله حکمران عراق و دخالت ایران به امور عراق راه اندازی شده است. کربلا برای مسلمانان شیعه مذهب مکانی مقدس میباشد. اعتراضگران پرچم ایران را پایین نموده پرچم عراق را برافراختند. تفصیلات این گزارش را در برنامه اخبار خواهیم گفت. نرخ پتنت در روسیه برای مهاجران باز بالا می رود. مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومن و سمر اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران را باز بالا می برند. مهاجران کره تاجیک اساساً بر اساس این سند کار و فعالیت دارند و مجبورند هر ماه بخشی از درآمدشان را به حیث اندازه دولت بپردازند. نرخ پتنت تا چه حد بالا می رود و روی زندگی مهاجران تا چه حد تاثیر خواهد داشت در برنامه اخبار بررسی میکنیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و کلاسیکی همراهی کنید.